اگه مربی میبینی داد میزنه صداش میگیره قهر نکن، برو دستشو ببوس. مربی که داره خودشو هزینت میکنه، انرژی میذاره برات، به خاطر اینکه اون درک میکنه، میدونه برای تو کجا بری. تو حوزه قهرمانی شوخی نداره، تو موقع تمرین ماشاءالله الکی نداره، لایک الکی نداره. یه سری واقعا مربی‌ها 5 سال 10 سال کار کنن یه لایک بهت ندن، اما تو هی میگی من دارم مدال میارم، این نگاه نمیکنه. چرا؟ اون میخواد تو فقط برسی به ورد تایتل، اون دنبال هدف بزرگتره. قهرمانی کار سختیه. مربی با تو شاد میشه و ناراحت میشه. من هر کی از بچه‌هام تو مسابقات مختلف باخت، از اونا بیشتر ناراحت شدم. حتی یه قهرمانی من داشتم خیلی دوستش داشتم، این زمانی بچه‌ها میدونن، از ایران رفته بود، ارتباطش کانال قطع بود و یه بازی باخت. بچه‌هایی که فیلمشو برام فرستادن به خنده که آقا دیدی نبود تو نبودی کنارش باخت. یک هفته خواب و خوراک نداشتم. چرا؟ من آدم بزرگش کردم، من ناراحتش میشم حتی اگر اون دیگه ارتباطی نداشته باشه. مربی منو نگاه میکنه. قدر مربیاتونو بدونید. مربی تو ایران جایگاه حقوقی نداره، بیمه نداره، هیچ اتفاق خاصی براش نمیافته. نون دلشو داره میخوره. خوب باشی. قدر مربیاتونو بدونید. مربی با تو شاد میشه و ناراحت میشه.